این خطای بزرگ. اون یکی نکبت دیگه، امیر فرشاد ابراهیمی. خب این نکبت رو من دیدم هی میان بهش میدون میدن، به این نکبت. یادمه به شدت خطرناکه دوستان عزیز، اخلاقی خطرناکه، سیاسی خطرناکه، امنیتی خطرناکه. یک روده راست تو شکم این نیست. اهل سوء استفاده است، اخلاقی، اهل سوء استفاده مالی است. من اینا رو نوشتم با سند چاپ کردم دوستان. یکی این، یکی اون امین فردین. یکی از کارهای کثیف این دوتا اینه، دیدید میرن به آویزون میشن به سلبریتی ها. اصلا من کار ندارم اینا کیانا، اصلا من کار ندارم اینا چیانا، اصلا من کار ندارم اینا چیکار میکنن اینا میرن میگن ببین اینقدر پول بده وگرنه علیهت برنامه میسازی، وگرنه علیهت بلخ افشاگری میکن. اینا اخاذن، اینا از طریق اخاذی جلو میرن. خب حالا اصلا اینا رو ولش کنیم. ببینید نکته ای که هست، امیر فرشاد ابراهیمی آدم بسیار بسیار خطرناکه. این تا روزی که ایران بود عامل 3 تا دستگاه اطلاعاتی امنیتی بود. بعدش هم که اومد قانونی خارج، من اینا رو همه رو نوشتم. فریبکاری هایی که کرد، حقوق بازی هایی که کرد در امر مختلف. هیچ کشوری اینو به عنوان پناهنده نپذیرفت از ترکیه. آخر سر اون نسرین بصیری که سن مادر منو داره با این ازدواج کرد و این نکبت رو آورد به عنوان شوهرش و سالها با هم زندگی میکرد. حالا چه زندگی بماند. و خود اونم میدونست که این جرثومه کثیفیه. اون ابتدا این چپای درمونده و وامونده مش کمونیستای قزمیت رفقای اون نسرین بصیری حامی امیر فرشاد ابراهیمی و دروغ‌هاش بودن. خب روشنگری‌های زیادی من کردم، منجر به این شد که اونا دست از این کشیدن و این یه پشتوانش که همون چپ درمونده و وامونده بود از دست داد. رسانه ها این رو هی سعی میکردن به عنوان کسی که انصار حزب الله هم رفیق مجتبی خامنه، اینا همش دروغه. هر چی که این میگه دروغه، هر ادعایی که میکنه دروغه. خب خیلی هم فریب اینو میخورن. دوستان عزیز، این آدم اخوازیه، از طریق دروغ و دغل هایی که میگه. روشنگری اینو راجع به هیچ کسی باور نکنید. هر چی میگه اهداف خاص پشتشه. من نوشتم و اینا رو ها. این تلاش کرد با دستگاه اطلاعاتی امنیتی، با سرویس امنیتی، با پشتوانه سرویس امنیتی روایت های جعلی راجع به کشتار 67 منتشر کنه و منتشر کرد. من یقشو گرفتم، روشنگری کردم. فدراسیون نمیدونم لیگ و فدراسیون نمیدونم چی حقوق بشر را انداخت. یکی از اسمایی که اونجا بود دکتر نمیدونم کیاسی، استاد کیاکی، همه حامیان این نکبت، از نبراسکا گرفته تا توکیو، از نمیدونم اتاوا گرفته تا نمیدونم میزوری، نمیدونم از برکلی گرفته تا فلان کشور نمیدونم اروپایی، همه اسامی جلب بود. تمام خودش و دستگاه اطلاعاتی با هم می ساختن. دوستان عزیز، هر کسی تحت هر عنوان به دنبال میدون دادن به امیر فرشاد ابراهیمی است، پا اندازی برای رژیم میکنه. امیر فرشاد ابراهیمی عنصری به غایت خطرناک، به غایت خطرناک. به هیچ وجه، توی هیچ جا، توی هیچ جمع، توی هیچ رابطه نباید این نکبت رو راهش داد. هر چی هم میگه دروغه، راجع به هر چی میگه دروغه. من میدونی که من 10 تا مقاله راجع به این نوشتم، ادعاهای مختلفش.
یه بار یه خانومی رو من نجاتش دادم، خانم لیدا حسینی نژاد، خبرنگار رادیو زمانه رو. این نکبت میخواست با اون ازدواجم بکنه. به دروغ، حقه بازی، چه ماجراهایی ساخت. برید بزنید بخونید دوستان عزیزم. 2 سال من و امیر فرشاد ابراهیمی، بنویسید 2 سال من و امیر فرشاد ابراهیمی لیدا حسینی نژاد. ضربه شدیدی هم خورد، الانم یه بیماری زمینه‌ای بسیار بسیار شدید داره. نوشته 2 سال من و امیر فرشاد ابراهیمی لیدا حسینی نژاد. اینو بزنید بخونید. بنابراین بایستی حواسمون باشه که اینها میدون پیدا نکنند و ما افشاگری میکنیم داریم فلان. نه، امیر فرشاد ابراهیمی یه باری اومد به اصطلاح راجب مدحی، در حالی که هر چی میگفت راجب مدحی دروغ بود. مدحی رفیقش بود، متن رو عوض کرد. من همه اینا رو نوشتم، برید نگاه کنید ببینید. کلاه مدحی رو برداشت، سرکیسش کرد، چند هزار یورو سرکیسش کرد. بسیاری دیگر رو سرکیسه کرده. من برای همه اینا مطلب نوشتم. اون طرف یارو آقای هاشمی توی سرکیسش کرده بود، یه بدبختی توی ترکیه 1000 یورو بده برات کارت خبرنگاری صادر کنه، بره تو سفارت آمریکا ویزا بگیره. این بسیار بسیار خطرناکه دوستان، مالی خطرناکه. هر چی راجع به هر کی، امیر فرشاد ابراهیمی هر چی راجع به هر کی گفت، بدونید مطامعی پشتش هست، بدونید فرصت این آدم داره حقه بازی میکنه، بدونید کلاه یکی رو میخواد برداره، بدونید یه جا میخواد باجی بگیره، بدونید منافع این چنانی پشتش داره. یه عکس جعلی اون موقع از مدحی، چون مدحی اومده بود فرانسه پولشو بگیره از این نکبت. بعد این بلافاصله یه عکسی چاپ کرد تو جنبش 88، از پشت بود، یکی جلیقه پوشیده بود از پشت. مدحی داره سرکوب میکنه تظاهر کننده ها. حالا مدحی تو فرانسه بود، اومده بود پولشو از این بگیره. میخوام بگم بهتون که گول اینو نخورید، فریب این آدم رو نخورید و هر کسی به این تریبون میده رو از خودتون برونید.